سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم به 10 تیپ از سوالات احتمالی امتحان پایان ترم درس ریاضی عمومی 2 جواب بدیم و نکات فرمولاش رو هم یاد بگیریم. خب همونطور که میبینید اینجا تیپ های مختلف از سوالات احتمالی امتحان پایان ترم رو براتون آوردیم. منظورمون از این تیپ، مثلا بچه‌ها ببینید این تیپ اول احتمال زیاد همچین سوالی در امتحان پایان ترم طرح بشه و از شما مثلا پارامترهایی که اینجا آوردیم رو بخواد، تی رو بخواد، ان رو بخواد و همچنین کا رو که خمیدگی میشه. ولی یه تغییراتی جزئی هم حالا صورت سوال داشته باشه، چون استادها در واقع میتونن سوالات مختلفی و صورت سوال متفاوتی بدن. مثلا بیاد آر رو یه شکل دیگه بده، خم رو با مؤلفه های دیگه بده. ولی ما اگه روال حل سوال و الگوریتم حل سوال رو همراه فرمول ها یاد بگیریم، میتونیم به هر شکلی که بخواد استاد تغییر بده به همچین سوالاتی جواب بدیم و تیپ اول رو به راحتی بتونیم نمره کاملش رو دریافت کنیم. خب ممنون میشم کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. با سابسکرایب کردن کانال شما میتونید از ویدیوهای بعدی این درس و درسهای دیگه مطلع بشید. بریم سراغ استارت حل سوالاتمون و از سوال اول و تیپ اولمون شروع کنیم که گفته پارامترهای تی که میشه مماس، در واقع بردار مماس واحد میشه این، ان بردار قائم اول یا بردار قائم اصلی میگیم بهش، و کا خمیدگی رو برای خم فضای زیر به دست بیارید. خب خم رو هم که به ما به این صورت داده، آر تی مساوی کوسینوس به توان 3 تی آی مثبت سینوس به توان 3 تی جی. و اگه بریم درسنامه‌مون رو ببینیم و فرمول های این قسمت رو یه یادآوری داشته باشیم. خب بچه‌ها تو جزوه‌مون این قسمت رو داشتیم دیگه، آخر فصل دوم، فصل توابع برداری، خلاصه فرمول ها رو تو جزوه‌مون آورده بودیم. اگه اینو سریع مرور کنیم، فرمول هایی که برای حل تیپ اول لازم هست رو یاد میگیریم. ببینید یک خمی ما به صورت آرتی داریم و داستان این فصل از این آرتی شروع میشه. خب آرتی رو میده و میتونه مؤلفه ها و پارامترهای مختلفی بخواد. مثلا سرعت رو از ما بخواد، یه بار از این آر مشتق بگیرم نسبت به تی از مؤلفه های پشت آی جی کا، سرعت به دست میاد. پس سرعت رو یاد گرفتیم که چجوری میتونیم از یک خم آر به دست بیاریم و اندازه این سرعت هم میشه پارامتر تندی. خب بعدی مؤلفه بعدی پیدا کردن شتاب هست. بچه دو بار از این خم مشتق بگیرم بردار شتاب به دست میاد، و یا میتونیم به این صورت هم بگیم که یه بار از این سرعت مشتق بگیریم دیگه. درسته؟ این در واقع این عبارت ها از فیزیک عمومی یک هم اینا رو یاد گرفته بودیم که اگه از بردار موقعیت و مکان یه بار مشتق بگیرم سرعت به دست میاد، دو بار مشتق بگیرم شتاب به دست میاد. خب این از فرمول های اولیه. حالا بریم سراغ پارامترهای بعدی مثل بردار مماس واحد که همین تیپ اول از ما خواسته بود. خب تی رو بهش میگیم بردار مماس واحد که یک در واقع عبارت کسری هست. صورت سرعت میشه. بچه سرعت رو گفتیم دیگه، مشتق اول همین آر نسبت به تی به روی اندازه سرعت، پس v به روی اندازه v میشه بردار مماس واحد که با حرف تی بزرگ نمایش میدیم. بعدی بردار قائم واحد اصلی هست که با n نمایش میدیم یا بردار قائم اول هم میگیم بهش. خب ببینید بچه ها n هم مساویه مشتق این بردار مماس واحد t نسبت به زمان t به روی اندازه صورت. این هم حتما حفظ کنید این فرمول رو. و بعد بردار قائم دوم که با حرف b نمایش میدیم. اینم در واقع حاصل ضرب خارجی دو تا بردار t و n هست، یعنی حاصل ضرب برداری بردار مماس واحد t و بردار قائم واحد اصلی n. اینا رو به هم دیگه ضرب خارجی بکنم، بردار قائم دوم به دست میاد. حالا در این تیپ که آوردیم اینو از ما نخواسته بود، دو تا مؤلفه اول رو یعنی t و n رو خواسته بود. و بعدی رو هم به این صورت داشتیم که کا رو هم از ما خواسته بود دیگه. کا رو بهش میگیم خمیدگی. خب بچه فرمول
حالا این کا به این صورته که اینجا میبینید اندازه ضرب خارجی سرعت در شتاب به روی اندازه سرعت به توان 3 که با این فرمول هم استفاده میکنیم از این فرمول هم و اینم خیلی متداوله. میگیم کا یا همون خمیدگی مساویه با 1 به روی اندازه وی خب ضرب داره اندازه دی تی به دی تی، یعنی 1 به روی اندازه سرعت و از تی هم نسبت به، یعنی بردار مماس واحد که تی باشه از این هم نسبت به زمان تی مشتق میگیرم و اندازش رو به دست میارم. در همین سوال که کار رو از ما خواسته ما از این فرمولی که اضافه کردم استفاده خواهیم کرد. حالا بچه اینجا آشنایی با فرمول ها هست، سوال رو حل کنیم بهتر متوجه میشید که این فرمول ها چجوری استفاده میشن. فقط اینجا یه یادآوری از فرمول ها هست. پارامتر مهم بعدی برای فصل دوم پارامتر تاب هست که فرمولش رو اینجا میبینید و در نهایت یک در واقع عبارت مهم بعدی پیدا کردن شتاب بر اساس مؤلفه های مماس و قائمش هست. خب اینم تیپ دومه که بعد تیپ اول یه سوالی در مورد این آوردم براتون که گفته شتاب رو بر حسب مؤلفه های مماسی و قائمش بنویسید. خب این آتی رو ما میگیم مؤلفه مماسی و این آن رو هم بهش میگیم مؤلفه قائم شتاب که میبینید دیگه چجوری به دست میان. آتی میشه مشتق سرعت، اندازه سرعت، البته اندازه سرعت رو به دست میارم یه مشتق نسبت به تی ازش میگیرم. خب این میشه آتی و میام اینجا قرار میدم. بچه این تی و ان که اینجا میبینید تی با حرف بزرگ همون بردار مماس واحد و ان هم بردار قائم واحد اصلی اینا ثابت هستن. ما فقط این آتی رو یا آن رو از فرمول هاش به دست میاریم جاگذاری میکنیم و این آ محاسبه میشه به صورت مؤلفه های مماسی و قائم. خب این آتی رو گفتم به چه صورت به دست میاد، آن هم از این رابطه به دست میاد، رادیکال اندازه شتاب به توان 2 منهای آتی به توان 2. خب آتی رو که بالا هم به دست آوردیم اینجا جاگذاری میکنم، شتاب هم که گفتیم دوبار از آر مشتق میگیرم دیگه، درسته؟ به این شکل آن هم به دست میاد و میایم از این فرمول استفاده میکنیم و جاگذاری لازم رو انجام بدیم به همچین سوالاتی به راحتی میتونیم جواب بدیم. بریم تیپ اول رو حل کنیم. فقط میخواستیم یه در واقع یادآوری بشه از فرمول های این فصل و حالا سوال اولمون و تیپ اول که پارامترهای تی بردار مماس واحد، ان بردار قائم واحد اصلی و کا خمیدگی رو خواسته به ترتیب برای این آر به دست میاریم. خب بیایم این کار انجام بدیم. بچه‌ها بردار مماس واحد که تی در همین درسنامه‌مون دیدیم که فرمولش وی به اندازه وی هست دیگه، درسته؟ پس اینجا بنویسیم که این بردار مماس واحد هست. خب پس برای به دست آوردن تی لازمه که سرعت رو اول به دست بیارم. سرعت مساویه با یه بار از آر نسبت به تی مشتق میگیرم. خب ببینید بچه آر رو از مؤلفه های پشت آی و جی یه بار نسبت به تی مشتق بگیریم به این صورت میشه. مؤلفه پشت آی که کوسینوس به توان 3 تی هست میشه منفی 3 تا سینوس تی کوسینوس به توان 2 تی آی و مؤلفه پشت جی هم سینوس به توان 3 تی هست. بخوایم مشتق بگیریم نسبت به تی میشه مثبت 3 تا کوسینوس تی سینوس به توان 2 تی در جی. پس این شد وی ما. حالا میام اینجا که صورت رو به دست آوردم مخرج رو هم به دست میارم، یعنی اندازه وی رو هم محاسبه میکنم. اندازه وی بچه میشه رادیکال مؤلفه اولش به توان 2
که پشت آی مؤلفه اول هست به توان 2 ببرم میشه چی بچه ها؟ میشه 9 تا سینوس به توان 2t کوسینوس به توان 4t و مثبت حالا مؤلفه دوم که پشت j هست به توان 2 میشه 9 تا کوسینوس به توان 2t سینوس به توان 4t. خب بیایم حالا اینو ساده بکنیم. بچه اگه من در این عبارت زیر رادیکال از 9 تا سینوس به توان 2 کوسینوس به توان 2 فاکتور بگیرم میشه رادیکال 9 تا سینوس به توان 2t کوسینوس به توان 2t خب ضرب داره کوسینوس به توان 2t مثبت سینوس به توان 2t هم در جمله بعدی میمونه دیگه، مثبت سینوس به توان 2t. خب این عبارت رو از مثلثات میدونیم که برابر عدد 1 هست و عبارت پشت رادیکال هم جذر بگیرم مساوی میشه با 3 تا بچه‌ها از زیر رادیکال که بیرون میاد قدر مطلق بیرون میاد دیگه، قدر مطلق سینوس تی کوسینوس تی میشه. خب بچه‌ها محدوده‌ای که به ما داده 0 تا پی دوم هم سینوس مثبت هم کوسینوس، پس کل قدر مطلق مثبت بیرون میاد. آنگاه میگم که اندازه V مساوی میشه با 3 تا سینوس تی در کوسینوس تی. خب پس برای بردار مماس واحد اومدم V یعنی سرعت و اندازه V رو به دست آوردم. حالا میام جاگذاری میکنم تا T به دست بیاد. T که دوباره فرمولش رو بهتر بنویسیم یادمون نره بچه‌ها، V به اندازه V هست. خب مساوی میشه با، بیام جاگذاری کنم V رو که به این صورت دیگه V رو اینجا آوردم، درسته؟ V رو تقسیم میکنم به اندازه V. بچه اگه به ترتیب تقسیم کنیم یعنی مؤلفه پشت آی رو به این اندازه V تقسیم کنم به این شکل میشه دیگه، درسته؟ ببینید خب بیام این کار انجام بدیم، مؤلفه پشت آی رو به این اندازه V تقسیم میکنم و ساده میکنم دیگه. 3 با 3 خط میخوره، سینوس تی هم با سینوس تی، کوسینوس تی هم یه دونه از صورت کسر میشه و فقط منفی کوسینوس تی در صورت باقی میمونه، منفی کوسینوس تی آی و بعدی رو هم همین کار انجام بدم، میام عبارت پشت j رو به این اندازه V تقسیم میکنم. خب این کار انجام بدیم یه مثبت سینوس تی جی باقی میمونه. خب این شد بردار مماس واحد تی من که صورت سوال از ما خواسته بود. پس این مؤلفه با پارامتر تی رو به دست آوردیم. بریم سراغ مؤلفه n. خب مؤلفه n فرمولش چجوری بود؟ n مساوی بود با دی تی مشتق بردار مماس واحد نسبت به زمان تی به روی اندازه این عبارت دی تی به دی تی. خب یعنی بیا از این تی که اینجا به دست آوردیم یه بار حالا نسبت به زمان تی مشتق بگیر. خب میشه سینوس، بیایم از مؤلفه پشت آی و جی به ترتیب مشتق بگیریم، میشه سینوس تی آی مثبت کوسینوس تی جی. اندازه همین صورت که در مخرج باید بشینه میشه رادیکال سینوس به توان 2t مثبت کوسینوس به توان 2t. خب اینم مساوی میشه با رادیکال، در واقع زیر رادیکال که در مخرج وجود داره باز عدد 1 دیگه، درسته؟ ما همیشه این فرمول بیس و اصلی رو از مثلثات میدونیم که سینوس به توان 2 مثبت کوسینوس به توان 2 برابر 1. پس همین عبارت صورت به دست میاد n میشه سینوس تی آی مثبت کوسینوس تی جی. این شد بردار قائم اول یا قائم اصلیمون که
از ما خواسته بود دیگه، n رو هم از ما خواسته بود، به دست آوردیم. حالا موند کا که خمیدگی هست. بیایم کا رو هم به دست بیاریم. خب کا بچه‌ها گفتیم که کا در فرمولی که دیدیم 1/اندازه v ضرب در اندازه دی تی به دی تی. خب اندازه بچه‌ها این اندازه در واقع دی تی به دی تی که اینجا به دست آوردیم شد 1 دیگه، درسته؟ خب و اندازه وی هم اینجا به دست آوردیم، یادمون باشه. خب 3 تا سینوس تی کوسینوس تی شد، پس مساوی میشه با 1/، خب مساوی میشه با 1/, اندازه وی که شد 3 تا سینوس تی در کوسینوس تی و اینم که اندازش همین مخرج شد که برابر 1 شد، ضرب در 1 و این عبارت پشتی به دست میاد، میشه 1/3 تا سینوس تی در کوسینوس تی. به این صورت تونستیم پارامتر کا یا همون خمیدگی رو هم به دست بیاریم. این n هم شد چه بچه ها؟ بردار قائم اول یا اصلی، بردار قائم اصلی. پس 3 تا پارامتری که از ما خواسته بود رو محاسبه کردیم، یعنی بردار قائم اصلی رو به دست آوردم، بردار مماس واحد که بردار مماس واحد همین تی هست که اینجا میبینید. خب به این شکل به دست اومد. تی بعدی n بود که n هم به این شکل به دست اومد و در نهایت پارامتر کا یا همون خمیدگی که اونم به این شکل تونستیم به دست بیاریم. خب بچه ها بعضی در واقع سوال ها یه مقدار تی هم به ما میده. صورت سوال مثلا میگه که همه این 3 تا تی ان کا پارامترها رو مثلا در نقطه تی مساوی 1 یا تی مساوی 0 به دست بیارید. خب بعد اینکه اینا رو محاسبه کردیم، یعنی تی و n و k رو به این شکل بر حسب پارامتر t به دست آوردیم، مقدارش رو یعنی t مساوی 0 یا هر عددی که میده t مساوی 1 جاگذاری میکنم و این 3 تا پارامتر بر حسب عدد به دست میان. خب اینم از تیپ اولمون و نکات و فرمول هایی که با همدیگه یاد گرفتیم. باز میگم بچه این فرمول ها رو حتما حفظ کنید. فرمول بردار مماس واحد، تی بردار قائم اصلی n و خمیدگی که خیلی بچه فرمول های مهمی هستن و میتونه یکی از سوالات اصلی در امتحان پایان ترم باشه. بریم سراغ تیپ دوم. خب همون نکته‌ای که اشاره کردم، یه سوال مهم دیگه‌مون به این شکله که گفته که بدون یافتن t و n، خب a رو به ازای مقدار t داده شده به شکل a مساوی at در t مثبت an در n بنویسید. خب یعنی ما باید بیایم این at رو به دست بیاریم و هم an رو در این فرمول جاگذاری کنیم. at که اینجا هست میشه در واقع مؤلفه مماسی شتاب و an میشه مؤلفه قائم شتاب. خب بیایم اینا رو به دست بیاریم. طبق فرمول هایی که در درسنامه و جزوه‌مون دیدیم بچه‌ها گفتیم که at مؤلفه مماسی شتاب به این شکل به دست میاد دیگه، مشتق اندازه v به روی دی تی، یعنی اندازه v رو به دست میارم، بعد ازش نسبت به t مشتق میگیرم. پس لازمه که بیایم اول v رو سرعت رو به دست بیاریم. سرعت مشتق r نسبت به t هست. خب خم r رو به ما صورت سوال داده، بیایم یه بار از مؤلفه های پشت آی جی کا به ترتیب مشتق بگیریم. چه بچه ها چی میشه؟ کوسینوس t منفی تی سینوس تی از این مؤلفه که حاصل ضرب 2 تا تابع تی و کوسینوس تی هست مشتق گرفتم در آی، بعدی میشه مثبت سینوس تی
مثبت تی کوسینوس تی جی و آخری هم میشه مثبت 2 تی کا. بچه‌ها مشتق های اینا رو دقت کنید، این دوتا که در واقع دوتا تابع به هم دیگه ضرب شدن، مشتق دوتا تابعی که به هم ضرب شدن میشه مشتق اولی در دومی مثبت مشتق دومی در اولی. با همین قاعده تونستم مؤلفه های پشت آی و جی رو یه بار ازشون مشتق بگیرم و به این صورت مشتق آر به دست اومد. پس وی رو به دست آوردیم. در این فرمول آتی که مؤلفه مماسی شتاب هست، اندازه وی برای ما مورد نیازه. پس بیام اندازه وی رو هم به دست بیارم. خب رادیکال میشه مؤلفه اول به توان 2 که مؤلفه پشت آی میشه مؤلفه اولمون و سینوس تی منهای تی سینوس تی به توان 2 مثبت مؤلفه پشت جی به توان 2 سینوس تی منهای در واقع مثبت تی کوسینوس تی به توان 2 و مؤلفه پشت کا به توان 2 که اونم میشه 4 تی به توان 2 دیگه. درسته؟ خب اینو بیایم محاسبه کنیم. ببینید بچه‌ها خیلی راحت بدون که حالا به توان 2 ببرم میتونم اینجا در واقع این دوتا رو با همدیگه جمع کنم، یعنی این عبارت رو به توان 2 ببرم در ذهن و با این عبارتی که به توان 2 میره جمع کنم. خب ببینید بچه‌ها اینا دوتا جمله‌ای که هر کدوم از اینا دارن یکی هن دیگه. درسته؟ و مربع کامل هست. خب هر دوتا یه 2 برابر اولی در دومی خواهد داشت دیگه، چون به توان 2 میره. ولی چون این منفی داره و این مثبت، با هم دیگه اون جمله خط میخوره. و حالا جمله اول به توان 2، ببینید کوسینوس به توان 2 با این جمله اولش به توان 2 سینوس به توان 2 میشه 1. درسته؟ پس این قسمت رو جمع کردم به صورت ذهنی. کوسینوس به توان 2 مثبت سینوس به توان 2 میشه 1. جمله بعدی که چون یکی میشه منفی و یکی مثبت با هم دیگه خط میخورن. خب و جمله آخر هم تی به توان 2 سینوس به توان 2 مثبت تی به توان 2 کوسینوس به توان 2 از تی به توان 2 فاکتور میگیرم و ضرب در 1 میشه دیگه مثبت، پس میشه تی به توان 2. جمله آخرم که مثبت 4 تا تی به توان 2 هست، پس این میشه رادیکال 1 مثبت 5 تا تی به توان 2. به این صورت تونستم اندازه وی رو به دست بیارم. دوباره برگردیم به پارامتری که میخوایم به دست بیاریم، آتی. پس یه بارم از این اندازه وی نسبت به تی باید مشتق بگیرم تا در نهایت آتی به دست بیاد. خب اندازه وی رو میتونم به این صورت بنویسم. برای اینکه مشتق گرفتن راحت باشه، این رادیکالی که مثبت 5 تی به توان 2 رو بهتره رادیکال رو بنویسید به توان 1/2. 1 مثبت 5 تا تی به توان 2 به توان 1/2 دیگه. درسته؟ خب بیام از این اندازه وی مشتق بگیرم، آتی به دست میاد مساوی میشه با، دوباره بنویسم آتی رو مساوی با مشتق اندازه وی نسبت به زمان تی. خب مساوی میشه با، بیام مشتق بگیرم بچه از این عبارت میشه 1/2 میاد اینجا، از داخل پرانتز مشتق میگیرم میشه 10 تی و این عبارت توانش 1/2 منهای 1 میشه دیگه. درسته؟ میشه 1 مثبت 5 تا تی به توان 2 به توان 1/2 منهای 1 هم میشه منفی 1/2. این هم ساده بکنیم 10 تی با عدد 2 در مخرج میشه 5 تی در 1 مثبت 5 تی به توان 2 به توان منفی 1/2. به این صورت آتی خب به دست اومد. گفته که در نقطه تی مساوی 0 به صورت عددی به دست بیارید. خب کاری نداره که اینجا میایم آتی رو حالا در نقطه 0 محاسبه میکنم. در این عبارتی که بر حسب تی به دست آوردیم، تی رو اگه 0 بذارم مشخصه که بردار مماس در واقع بردار مماسی شتاب آتی 0 میشه دیگه، چون اینجا تی وجود داره و تی رو 0 بذارم 0 میشه کل عبارت. خب پس قسمت آتی رو برای این فرمی که از من خواسته بود به دست آوردم و دیدم که 0. بیام آن رو محاسبه کنم. در فرمول ها
دیدیم که آن از این رابطه به دست میاد رادیکال اندازه شتاب به توان 2 منهای آتی به توان 2 که آتی 0 شد دیگه، درسته؟ این آتیه اینجا جاگذار میکنم 0 میشه. بیایم شتاب رو به دست بیاریم و اندازش رو هم باید به دست بیاریم. خب میگم که آ مساویه با چه بچه ها؟ یه بار از سرعت مشتق بگیر یا 2 بار از آر نسبت به تی مشتق بگیری شتاب به دست میاد. خب من در واقع سرعت رو به دست آوردم دیگه بالا، سرعت این عبارت شده. خب میام از این عبارت نسبت به تی یه بار دیگه هم مشتق میگیرم تا این شتابه به دست بیاد. خب این وی بالا رو اگه در نظر بگیرید از پشت آی جی کا نسبت به تی یه بار دیگه مشتق بگیرم تا شتاب به دست بیاد. خب بیام این کار انجام بدیم. از پشت آی بیام مشتق بگیرم به این صورت میشه. بیایم پایین بهتره چون جا نمیشه اونجا. بیام اینجا بنویسم که آ پس مساوی میشه با از عبارت بالا که وی هست بیام نسبت به تی مشتق بگیرم. بچه ببینید از این مؤلفه پشت آی مشتق میگیرم. خب میشه منفی سینوس تی و بعدی میشه منفی دوباره سینوس تی. خب و منفی تی کوسینوس تی آی رو هم میذارم. خب مؤلفه بعدی مؤلفه پشت جی هست. خب از اینم مشتق بگیرم به این صورت تبدیل میشه مثبت، میشه کوسینوس تی مثبت کوسینوس تی و منهای تی سینوس تی در جی میشه. در نهایت از مؤلفه آخر که پشت کا هست از 2 تی هم بخوام مشتق بگیرم میشه 2 دیگه، درسته؟ و میشه این مثبت 2 کا. پس این شد شتاب ما که بیایم جمع و جورتر بنویسیم، یعنی آنگاه آ مساوی میشه با این منفی سینوس تی با منفی سینوس تی جمع میشه منفی 2 تا سینوس تی منهای تی کوسینوس تی رو هم می نویسم در آی مثبت 2 تا کوسینوس تی منهای تی سینوس تی جی و مثبت 2 کا رو هم اینجا قید میکنیم. خب این شد شتاب. در این فرمول آنی که میخوام به دست بیارم اندازه شتاب به توان 2 مورد نیازه، آتی هم که 0 دیگه، درسته؟ پس اندازه آ به توان 2 مساوی میشه با میام چیکار میکنم بچه ها؟ میام این مؤلفه آی رو به توان 2 میبرم مثبت مؤلفه بعدی که پشت جی هست به توان 2 میره و مثبت مؤلفه پشت کا که اونم عدد 2 به توان 2 میره. این سه تا با هم دیگه جمع میشن. چون اینجا به توان 2 داره دیگه لازم نیست رادیکال بذاریم. رادیکال با این توان 2 خط میخوره و مساوی میشه با، بیام این کار انجام بدیم. خب این مؤلفه اول به توان 2 بره منفی فاکتور بگیرم کلا مثبت میشه 2 تا سینوس تی مثبت تی کوسینوس تی به توان 2 میره مثبت مؤلفه بعدی به توان 2 تا کوسینوس تی منهای تی سینوس تی به توان 2 و آخری هم میشه مثبت در واقع 2 به توان 2 هم میشه 4 دیگه، درسته؟ خب بیایم حالا اینا رو جمع و جورتر بنویسیم و به توان 2 ببریم و 2 تا جمله اول رو با هم دیگه جمع کنیم. خب ببینیم بچه‌ها دوباره میتونیم خیلی راحت به صورت ذهنی این 2 تا عبارت که مربع کامل هستن رو با هم دیگه جمع کنم. من میگم که خب مؤلفه اول به توان 2 از اینجا میشه 4 تا سینوس به توان 2 تی با مؤلفه اول این به توان 2 بره میشه این هم میشه 4 تا کوسینوس به توان 2 دیگه. این دوتا رو که به توان 2 رفتم با هم دیگه جمع کنم از 4 هم فاکتور بگیرم میشه 4 در سینوس به توان 2 مثبت کوسینوس به توان 2 دیگه.
اونم میشه 4 ضرب در 1 دیگه، پس میاد 4 مساوی میشه با اولی میشه 4. خب بعدی ببینید بچه‌ها 2 برابر اولی در دومی در مربع اول، یعنی جمله اولمون با این عبارت دومی 2 برابر اولی در دومی، چون اینجا منفی داره این مثبته، با همدیگه خط میخورن و اون حذف میشه و در نهایت جمله بعدی در هر دو تا جمله به توان 2 بره با هم جمع بشه. تی به توان 2 کوسینوس به توان 2 مثبت تی به توان 2 سینوس به توان 2. از تی به توان 2 هم فاکتور بگیرم همون تی به توان 2 باقی میمونه و یه عدد 4 هم اینجا داریم. پس این به دست میاد 8 مثبت تی به توان 2. پس اندازه آ به توان 2 شد 8 مثبت تی به توان 2. پس میتونم اینجا بیام این آن که مؤلفه قائم شتاب هست رو تشکیل بدم. میگم که آن مساوی میشه با رادیکال اندازه آ به توان 2 که اینجا هست رو به دست آوردم، شد 8 مثبت تی به توان 2. این منهای چی میشه بچه ها؟ اینم صفر دیگه، آتی رو هم بالا صفر آوردم. پس همین عبارت میشه آن من و در نقطه صفر خواسته دیگه این مقدار رو. میگم که آنگاه آن در نقطه صفر به جای این تی صفر بذارم رادیکال 8 میشه. رادیکال 8 هم 2 رادیکال 2 هست. خب پس به این صورت بالا اومدم آتی رو به دست آوردم شد 0 و پایین هم آن رو به دست آوردم شد 2 رادیکال 2. حالا میتونم شتاب رو بیام به این صورت و فرمی که از من خواسته به دست بیارم. آتی رو اینجا جاگذاری میکنم، آن رو هم اینجا. این تی و ان هم ثابتن دیگه، درسته؟ پس میام شتاب رو به صورتی که خواسته صورت سوال می نویسم. میشه 0 در تی مثبت 2 رادیکال 2 در n که اینم این قسمت اولش صفره و میاد 2 رادیکال 2 n. اینم از سوال دوم که در مورد مؤلفه های مماثلی و قائم شتاب بود. یکم طولانی همچین سوالاتی و حتما هم استاد میده، یعنی یا تیپ اول میاد به نظر من یا تیپ دوم از فصل توابع برداریم، ولی خیلی سخت نیستن. یکم دقت کنید در مشتق گیری و فرمول ها رو بلد باشید، استپ به استپ منظم و با دقت برید جلو، میتونید به همچین سوالاتی خیلی راحت جواب بدید و نمره کامل رو بگیرید. خب میگم از طولانی بودنش نترسید، از طولانی بودن جواب و حل مسئله اصلا نترسید. یه سری مشتق‌های راحت بود که ما اومدیم گرفتیم و در فرمول جاگذاری کردیم و تونستیم به جواب برسیم. بریم سراغ تیپ بعدی. تیپ سوم مربوط میشه به فصل بعدی، یعنی فصل سوم مشتقات جزئی که گفته برای موارد زیر با در نظر گرفتن مسیرهای میل مختلف. این کلیدواژه خیلی مهمه، مسیرهای میل مختلف که میگم بهتون. خب نشان دهید که وقتی x و y به 0 و 0 میل میکند توابع مفروض حد ندارند. خب بچه‌ها ببینید مسیرهای میل مختلف یعنی میگه که بیا y رو به این صورت به یکی از حالتهایی که الان مینویسم در نظر بگیری. y رو یا mx بگیر یا y رو mx2 بگیر یا y رو mx به توان 3. خب حالا میتونه باز این فرق کنه، توان x در واقع بیشتر هم بشه. خب میگه که یکی از اینا رو در نظر بگیر و بیا جاگذاری کن به جای y در این تابعی که داده و بعد حدش رو بگیر. خب حدش رو که گرفتیم، اگه جواب حد فقط یک عبارتی بر حسب m بود میگیم حد وجود ندارد. خب بیایم پس این کار رو انجام بدیم. حالا کدوم یکی از این مسیرها رو در نظر میگیریم؟ اینم خیلی مهمه که ما بدونیم که کدوم یک از این مسیرها در واقع برای تابعی که میده در درست و در واقع اوکی هست دیگه برای اون تابع. ببینید ما برای همچین تابعی
چون x به توان 1 هست y مساوی mx رو در نظر میگیرم تا بتونم از x فاکتور بگیرم. بیام حدش رو بنویسیم. لیمیت میگم که x و y به سمت 0 بیام جاگذاری کنیم. البته بذارید این mx رو اینجا یکم اینورتر بنویسیم. خب x و y به سمت 0 و 0 چیزی که صورت سوال گفته. خب x منهای y x مثبت y. خب میگم که x منهای y رو بچه اینجا چی می نویسیم؟ y رو اینجا من mx در نظر میگیرم چون x توانش 1. پس اگه اینجا بیایم y رو mx در نظر بگیریم، خب میشه x منهای mx به روی x مثبت mx. خب حالا میام از صورت و مخرج از عبارت x فاکتور میگیرم. پس میشه لیمیت، اولا چون اینجا فقط x به سمت 0 میل میکنه و x داریم دیگه، y نداریم دیگه، فقط x رو به 0 میل میدم. x به سمت 0 و فاکتور بگیریم میشه x در 1 منهای m در صورت به این صورت باقی میمونه و در مخرج هم x ضرب در 1 مثبت m. خب x ها خط میخورن و به این صورت x ها خط میخورن و جوابی که به دست میاد مساوی میشه با 1 منهای m به روی 1 مثبت m. خب به همین صورت تونستیم جواب رو به دست بیاریم و چون جواب حد بر اساس در واقع پارامتر m هست میگیم که حد وجود نداره. همون چیزی که اول سوال گفتیم اگه یک مسیری مثل این در نظر بگیرم و جواب حد در نهایت یک عبارتی بر حسب m به دست بیاد میگیم که حد وجود ندارد. پس به این صورت تونستیم این مورد الف رو اثبات کنیم که تابع jxy حد نداره چون یک تابعی و یک جوابی بر حسب m به دست اومد. خب این از مورد الف. مورد b رو هم به همین روال میایم حل میکنیم. خب اینجا بچه چون میخوام دوباره همین کار انجام بدم دیگه، یه مسیری در نظر بگیرم و از x فاکتور بگیرم در نهایت. خب اینجا چون x به توان 4 رو دارم و y به توان 2 اینجا در مخرجه، بهتر y رو مساوی mx به توان 2 بگیرم. در این حالته که میتونم از x به توان 4 در صورت و در مخرج فاکتور بگیریم. میام پس جاگذاری میکنیم، میشه لیمیت x به توان 2 خب x به توان 2 ضرب در به جای y mx2 میذارم و در مخرجم میشه x به توان 4 مثبت mx به توان 2 به توان 2 میره دیگه. به جای y در اینجا mx به توان 2 بذارم به توان 2 هم میره و x و y هم که به 0 و 0 میل میکنه. خب بیام حالا از در واقع x به توان 4 در صورت و مخرج فاکتور بگیرم. خب اگه این در واقع این x به توان 2 رو در این پرانتز ضرب کنم میشه لیمیت صورت میشه m x به توان 4 و مخرجم میشه x به توان 4 مثبت m به توان 2 در x به توان 4 میشه دیگه. خب این عبارت هم به توان 2 بردم و x به سمت 0. خب میام حالا چیکار میکنم؟ در صورت و مخرج میتونم از x به توان 4 فاکتور بگیرم. مساوی میشه با لیمیت x به سمت 0 x به توان 4 ضرب در m در صورت و در مخرجم x به توان 4 ضرب در 1 مثبت m به توان 2. خب و x به توان 4 در صورت و مخرج خط میخوره و باز جوابی که به دست میاد برای این حد یک عبارتی بر حسب m هست و چون عبارت ما بر حسب m به دست اومد میگیم که حد وجود ندارد. پس حد نداریم.
در واقع برای این m میتونیم عددهای مختلفی جاگذاری کنیم، در نظر بگیریم و در این حالت جوابهای مختلفی به دست میاد. چون برای حد جوابهای مختلفی به دست میاد بر حسب m، میگیم که حد وجود ندارد. پس هر وقت جواب حد با انتخاب یک مسیر به m وابسته باشه در نهایت، حد وجود نخواهد داشت. خب اینم از دو تا مثال. بچه اگه در واقع توابع متفاوتی بده، شما دقت کنید که کدوم مسیر رو باید انتخاب کنید. اکثرا یا ما y مساوی mx در نظر میگیریم یا y مساوی mx به توان 2. خب تیپ بعدی، تیپ چهارم، در مورد مشتق جهتی یک تابع در یک نقطه و در جهت بردار واحد هست. خب در واقع این سوال هم از فصل سوم و فصل مشتقات جهتی هست، از مبحث مشتق جهتی یک تابع دو متغیره. بریم درسنامه این مبحث رو یه یادآوری داشته باشیم، بعد سریع برگردیم به این سوال جواب بدیم. خب بچه‌ها تو درسنامه و جزوه‌مون این قسمت مربوط میشد به مشتق جهتی. اولا برای محاسبه مشتق جهتی ما باید محاسبه گرادین f رو بلد باشیم. اگه f یک تابع دو متغیره باشه، گرادین f به این صورت به دست میاد: روند f به روند x، از f نسبت به x مشتق میگیرم، پشت i میذارم، مثبت روند f به روند y در j. این میشه گرادین f. باید اینو بلد باشیم. بعد بخوایم مشتق جهتی این تابع دو متغیره f رو در نقطه P0 و در جهت بردار واحد u بخوام به دست بیارم، از این فرمول استفاده میکنم. ببینید این که تعریف همین چیزی که گفتیم. خب این به ما میگه که مشتق تابع f در نقطه P0 و در جهت بردار واحد u. این طرف معادله در واقع باید استفاده کنیم تا جواب همچین مسئله هایی رو بدیم. گرادین f رو محاسبه میکنم در نقطه P0، ضرب داخلی میکنم به بردار واحد u. دوباره اشاره میکنم که بردار باید در واقع واحد باشه. خب یعنی یک برداری به ما بده، باید اون بردار رو تقسیم کنم به اندازه خود بردار تا بردار واحد به دست بیاد. پس باید اول گرادین f رو به دست بیارم در نقطه P0، ضرب داخلی کنم به یک بردار واحد. خب این شد تعریف مشتق جهتی. بچه‌ها اینم جزوه‌مونه که حتما دیدید، کامل شده. همه این فصل‌ها به صورت PDF در سایتمون یعنی channelacademy.ir قرار گرفته. قسمت‌های مختلف جزوه رو هم می‌بینید و به نظرم خیلی میتونه این جزوه بهتون کمک کنه. هم به صورت خلاصه فرمول ها آورده شده تو این جزوه و هم سوالات مختلفی هم براتون حل شده همراه با نکات و درسنامه‌ای که میبینید. خب بریم سراغ سوالمون. با فرمولی که دیدیم میخوایم مشتق جهتی تابع f رو در نقطه P0 و در جهت بردار u که داده به دست بیاریم. خب گفتیم که لازمه که ما گرادین f رو به دست بیاریم دیگه. گفتیم مشتق جهتی فرمولش اولا به این صورت بود: مشتق جهتی مساوی با مشتق جهتی بردار در واقع تابع f در جهت بردار u و در نقطه P0 مساوی با گرادین f در نقطه P0 دات بردار واحد u. از سمت راست این معادله استفاده می کنم و مشتق جهتی به دست میاد. پس لازمش گرادین f رو به دست بیاریم. گرادین f طبق فرمول و تعریفی که دیدیم روند f به روند xi مثبت روند f به روند y j هست. چون اینجا دو متغیره هست x و y داره، دیگه ادامه نمیدیم. اگه تابع f ما سه متغیره بود و متغیر z هم داشت، شد مثبت روند f به روند z در k. اینجا حالت دو بعدی هست. خب بیایم اینو محاسبه کنیم.
از f نسبت به x مشتق بگیرم، روند f به روند x به دست میاد، میشه 4x و پشت i قرار داره. بعدی مؤلفه پشت j روند f به روند y میشه مثبت 2yj. به این صورت گرادین f رو به دست آوردم. حتما باید در نقطه P0 اینو به دست بیارم و جاگذاری کنم این نقطه P0 رو که مؤلفه اولش x، مؤلفه دوم هم y دیگه، درسته؟ این x رو به ما میده، اینم y رو میام جاگذاری میکنم در این گرادین f و گرادین f در نقطه مورد نظر به دست میاد. گرادین f در نقطه P0 مساوی میشه با، به جای x منفی 1 بذارم میشه منفی 4i و به جای y هم عدد 1 بذاریم میشه مثبت 2j. این شد گرادین f در نقطه P0. پس این قسمت فرمول رو به دست آوردیم، درسته؟ یه بردار واحدی هم باید محاسبه کنیم از این بردار. خب پس میام بردار واحد یو رو هم به دست میارم. پس بچه بردار واحد یو میشه خود بردار در واقع یویی که داده به روی اندازه یو. خب به این شکلی که اینجا می نویسم، خود یو رو بنویسیم 3i منهای 4j به روی اندازش که میشه رادیکال مؤلفه اول به توان 2 که 9 هست مثبت مؤلفه دوم به توان 2 منفی 4 به توان 2 میشه 16. خب مخرج میشه چی بچه ها؟ رادیکال 25. رادیکال 25 هم 5 دیگه، پس میشه 3 پنجم i منهای 4 پنجم j. پس اینم بردار واحد u. این قسمت فرمول رو هم به دست آوردم. همین این قسمت کافیه که این دوتا برداری که به دست آوردیم به هم دیگه ضرب داخلی کنیم دیگه. این نقطه ضرب داخلی رو به ما نشون میده. خب بیایم این کار انجام بدیم. بیایم ضرب داخلی کنیم این برداری که اینجا به دست آوردیم به این برداری که بردار واحد یو بود. خب میگم که گرادین مشتق سویی یا جهتی، مشتق جهتی مساوی میشه با، بذارید یه بار دیگه فرمولش رو بنویسیم، گرادین f در نقطه P0 دات u که مساوی میشه با اینم مؤلفه های پشت آی به هم دیگه ضرب میشن، میشه منفی 4 ضرب در عدد 3 پنجم مثبت مؤلفه های پشت جی به هم دیگه ضرب میشن 2 ضرب در منفی 4 پنجم. که اینو بخوایم به دست بیاریم، خب دوتاشون هم مخرج 5 دارن. اولی میشه منفی 12، منفی 4 ضرب در 3 میشه منفی 12، بعدی هم میشه منفی 8 و به دست میاد منفی 20 پنجم. اینم میشه عدد منفی 4. پس مشتق جهتی این تابع f رو در نقطه P0 و در جهت بردار u تونستیم به دست بیاریم و برابر عدد منفی 4 شد. اینم از فرمولی که برای مشتق جهتی داریم. خیلی بچه ها اینم مبحث مهمیه و پرتکرار هست در امتحان پایان ترم. این سوال رو هم حتما یادتون باشه، همچنین فرمولی که نوشتیم. خب بریم سراغ تیپ بعدی. بچه ها تیپ پنجم به دست آوردن اکستروم های موضعی یا نقاط زینی برای یک تابع دو متغیری مثل fx y. خب اینم بچه ها خیلی خیلی مهمه. من یعنی مطمئنم که یکی از سوالاتتون همین سوال هست. خب یه همچین تابع دو متغیری به شما میده، تابع f، و از شما اکستروم های موضعی یعنی اکستروم هایی که ماکسیموم و یا مینیموم موضعی رو به ما میده و یا نقاط زینی رو میگه که برای این تابع به دست بیارید. خب حالا چیکار کنیم و از چه فرمولی برای این همچین سوالاتی استفاده کنیم؟ باز بریم درسنامه و جزوه‌مون رو ببینیم، اونجا یه یادآوری از فرمول ها داشته باشیم، بعد سریع میتونیم به این سوال جواب بدیم. خب بچه ها تو این قسمت از جزوه‌مون هم اشاره کردم که این مبحث خیلی خیلی مبحث مهمیه برای استادها و از ما مقادیر اکستروم نسبی و یا نقاط زینی یک تابع دو متغیره مثل
fxy رو میخواد. خب قدم اول اینه که بیایم نقاط بحرانی این تابع f رو به دست بیاریم. خب برای پیدا کردن نقاط بحرانی این کار انجام میدیم. از f نسبت به x مشتق میگیرم مساوی 0 قرار میدم. همچنین از f نسبت به y هم مشتق میگیرم و مساوی 0 قرار میدم. از این در واقع تساوی که انجام میدیم و قرار میدیم fx مساوی 0 fy مساوی 0 نقاطی به دست میان. خب نقاطی به دست میان مثل x0 و y0. خب اینا میشن نقاط بحرانی ما. حالا این نقاط بحرانی میتونه اکسترم نسبی باشه و یا نقاط زینی باشه. برای تشخیص نوع نقاط بحرانی که به دست آوردیم میایم یک عبارتی به اسم دی تشکیل میدیم که این دی فرمولش به این صورته که میبینید. ببینید fxx دو بار از f مشتق بگیر اینجا بذار، ضرب داره دو بار از f نسبت به y مشتق بذار به این دوتا رو به هم دیگه ضرب کن منهای fxy از fxی که داریم این بار بیان یه بار دیگه نسبت به y مشتق بذار، اینا رو میذاریم به توان 2 میبریم اینجا و حالا مقدار این دی که به دست اومد این مقدار علامتش برای ما مهمه. اگه علامت دی که به دست آوردیم، البته نقطه بحرانی رو هم در این دی جاگذاری میکنیم. خب نقطه بحرانی رو هم در این دی جاگذاری میکنیم و با جاگذاری اگه دی مثبت اومد دو تا حالت داریم. خب اگه دی مثبت اومد میایم علامت fxx رو هم نگاه میکنیم. اگه fxx در این حالتی که دی مثبت اومده fxx منفی باشه میگیم x0 و y0 که نقطه بحرانی بود میشه ماکسیموم نسبی. پس دی مثبت fxx منفی x0 y0 میشه ماکسیموم نسبی. خب حالت ب دی مثبت و fxx هم مثبت نقطه بحرانی ما میشه مینیموم نسبی. اوکی؟ اینا پس وقتیه که دی ما در نقطه بحرانی مثبت به دست اومد. اگه دی در اون نقطه منفی به دست اومد کلا میگیم که نقطه مورد نظر یک نقطه ذی نسبی هست. و اینم از مورد بعدیمون و نقطه ذی نسبی که اینجا دیدیم. در نهایت اگه یه وقت دی هم 0 به دست اومد این موارد نتیجه به ما نمیدن. حالا موردهای الف و ب و جیم در واقع محاسبات رو کامل میکنن. مورد دال خیلی کم پیش میاد. خب بریم با این فرمول ها و نکاتی که دیدیم به سوالمون جواب بدیم. خب بچه‌ها گفته که اکسترموم موضعی و یا نقاط زینی تابع زی رو به دست بیارید. خب اولین قدم گفتیم چیه بچه‌ها؟ بیایم نقاط بحرانی رو برای تابع f به دست بیاریم. برای این کار لازمه که fx رو محاسبه کنم و مساوی 0 قرار بدم. از f از جملاتش نسبت به x مشتق بگیرم. خب اولین جمله مشتقش میشه 2x، بعدی میشه y، بعدی میشه مثبت 3 و بقیه که 0 هستن دیگه. ما وقتی نسبت به x مشتق میگیریم بقیه پارامترها مثل عدد فرض میشن. خب اینو مساوی 0 باید قرار بدم. همچنین fy رو هم میایم محاسبه میکنیم. خب از f این بار نسبت به y مشتق میگیرم. جمله اول که مشتقش نسبت به y یعنی این جمله 0 میشه، جمله بعدی میشه x و مثبت 2 هم یه مشتق از این بگیرم مثبت 2 میشه. این هم مساوی 0 قرار میدم. بچه از جمله پایین fy مساوی 0 x میاد منفی 2. خب این x مساوی منفی 2 رو بالا جاگذاری کنم y هم به دست میاد. از اینجا هم y به دست میاد عدد 1. پس این نقطه‌ای که به دست اومد که xش منفی 2 yش 1 میشه نقطه بحرانی ما. تا الان نقطه بحرانی رو پس تشخیص دادم. حالا میام دقیق تر این نقطه رو تعیین میکنم که آیا این نقطه اکسترموم موضعی هست؟ اگر هست از چه نوعی هست؟ یعنی ماکسیموم نسبی است یا مینیموم نسبی؟ اگر اکسترموم موضعی نیست آیا نقطه زینی هست یا نه؟ بیایم برای اینکه اینم
دقیق تر تشخیص بدیم گفتیم که پارامتر دی رو تشکیل میدیم. دی هم فرمولش مساوی بود با fx fy منهای fxy به توان 2. خب پس لازمه که من بخوام از این فرمول دی استفاده کنم fxx رو به دست بیارم اول، یعنی از این fxی که اینجا به دست آوردیم یه بار دیگه نسبت به x مشتق بگیریم، میشه عدد 2 دیگه، درسته؟ بعد دیگه چی لازمه؟ این فرمول دی fy هم لازمه، یعنی از این fy که اینجا گرفتیم یه بار دیگه بیا نسبت به y مشتق بگیریم. خب این میشه 0 دیگه، درسته؟ چون هیچ عبارتی بر حسب y نداره. و fxy هم در فرمول دی مورد نیازه. خب میام از fx یه بار نسبت به y مشتق میگیرم که میشه برابر 1، درسته؟ از این fx نسبت به y مشتق بگیرم میشه 1 دیگه، درسته؟ بیایم حالا دی رو تشکیل بدیم که میتونیم تشکیل بدیم. حالا دی مساوی میشه با fx x ضرب در fy 2 ضرب در 0 منهای fxy به توان 2 1 به توان 2 و به دست میاد -1 که این کوچکتر از 0 دی منفی شد. گفتیم که وقتی دی منفیه سریع میتونیم تشخیص بدیم که نقطه مورد نظر، یعنی نقطه بحرانی که بالا به دست آوردیم، آنگاه نقطه -2 1 نقطه زینی یا زین اسبی است. به این صورت تشخیص دادیم که در واقع این تابع fxy اکستروم نسبی نداشت، نقطه زینی داره و نقطه بحرانی که اول به دست آوردیم همون نقطه زینی هست. چرا؟ چون اینجا دی منفی شد. هر وقت دی منفی بشه نقطه بحرانی یک نقطه زینی است. خب اینم از تیپ 5 سوالاتمون. بریم سراغ تیپ های بعدی. خب تیپ بعدی یعنی تیپ 6 مربوط به فصل 4 انتگرال های چندگانه و این تیپ 6 هم 2 تا انتگرال دوگانه به ما داده و گفته که اینا رو محاسبه کنید. خب بیایم مورد الف رو شروع کنیم و جواب بدیم. بچه‌ها ببینید خیلی این انتگرال دوگانه تکرار میشه در امتحان پایان ترم. خب اگه بخوایم مستقیم از این انتگرال دوگانه انتگرال گیری کنیم باید اول نسبت به x از این عبارت سینوس x به x انتگرال بگیرم و بعد بیام نسبت به y. خب بچه‌ها به طور مستقیم از این عبارت سینوس x به x نمیتونیم انتگرال بگیریم نسبت به x. حالا بیایم مستقیم بگیریم، خودتونم یه تلاش بکنید ببینید که نمیشه مستقیم انتگرال گرفت و با استفاده از محاسبات عددی این کار انجام میدن. و ما در ریاضی عمومی 2 برای اینکه بتونیم یه همچین انتگرال دوگانی رو جواب بدیم مجبوریم که ترتیب انتگرال گیری رو عوض کنیم، از حالت dx dy تبدیل بشه به dy dx و این حالتی که عوض میشه جای دیفرانسیل ها محدوده های انتگرال گیری هم عوض میشه. پس مجبوریم که اول بیایم محدوده انتگرال گیری رو رسم کنیم. خب محدوده اول من به چه صورته بچه‌ها؟ محدوده اول من که انتگرال اولی به ما محدوده x رو میده دیگه، درسته؟ میگم که x پس ما بین y و عدد 1 و محدوده y بیرون، در واقع انتگرال بیرونی هم محدوده y رو به ما میده 0 تا 1. خب بیام این محدوده ها رو رسم کنیم. ببینید بیام اینجا اگه این محدوده ها رو رسم کنم، خب محدوده x سمت چپ محدوده x مساوی y دیگه، یعنی همون تابع y مساوی x که از مبدأ عبور میکنه. پس این همون تابع y مساوی x و x مساوی 1 هم سمت راست بازه، اینم x مساوی 1. محدوده y هم از 0 تا 1 هست. این 0 1 هم 1 رو بندازم در این تابع y مساوی x اینجا 1 میشه دیگه، درسته؟ خب
خود انتگرالی که به ما داده چون x ما بین دو تا تابع هست، یعنی بین y و 1 هست، خب به صورت افقی اولش اومده خط کشیده. خب و از اینجا محدوده انتگرال گیری رو برداشته. چجوری؟ ببینید بچه این خط افقی که رنگ قرمز هست از این خط وارد میشه که این خط x مساوی y و از این خط بیرون میاد x مساوی 1 و به این صورت محدوده اول x بین y و 1 هست و محدوده y هم میشه 0 و 1. حالا ما میخوایم در واقع ترتیب انتگرال گیری رو عوض کنیم. برای این یک خط قائم رسم میکنیم. حالا y ما بین دو تا تابع میشه. خب این خط قرمزه که خط قائم هست از y مساوی 0 وارد میشه و از y مساوی x بیرون میاد. پس y در بازه جدید میشه ما بین 0 و x و x هم میشه چی بچه ها؟ ما بین 0 و 1 دیگه. خب حالا میتونم ترتیب انتگرال گیری رو عوض کنم. میام پایین میگم که مورد الف به صورت انتگرال دوگانه خود تابع رو کاری نداریم مینویسیم سینوس x به x. خب ترتیب انتگرال گیری از dx dy تبدیل میشه به dy dx. محدوده انتگرال داخلی برای y هست چون dy نزدیک بهش از 0 تا x و محدوده بیرونی هم برای x هست که 0 تا 1. خب بیایم پس اول نسبت به y از سینوس x به x انتگرال بگیریم. خب محدوده بیرونی که 0 تا 1 از سینوس x به x نسبت به y بخوام انتگرال بگیرم بچه‌ها چون هیچ عبارت و متغیر y نداره این عبارت خودش یک عدد فرض میشه وقتی نسبت به y انتگرال میگیریم. پس جواب انتگرال اولی میشه y در سینوس x به x. محدوده y هم 0 تا x dx رو هم میذارم. خب میایم به جای این y یه بار x میذارم منهای وقتی که عدد 0 میذارم. 0 که بندازیم کلا 0 میشه و فقط x رو جاگذاری میکنیم به جای این y. خب x رو هم جاگذاری کنیم با x مخرج ساده میشه دیگه. پس میشه 0 تا 1 سینوس x dx. اینم به دست میاد. جواب انتگرال منفی کوسینوس x هست از 0 تا 1 مساوی میشه با منفی کوسینوس 1 منفی کوسینوس 1 مثبت 1 به دست میاد. پس جواب این انتگرال هم به این صورت به دست اومد شد منفی کوسینوس 1 مثبت عدد 1. خب به این صورت قسمت الف سوال 6 یا تیپ 6 رو جواب دادیم. بیایم مورد بعدی رو هم جواب رو به دست بیاریم. انتگرال دوگانه‌ای که مورد B داده و صورت انتگرال رو میبینید. بچه‌ها ببینید در این حالتی که یک همچین عبارت‌های جلوی انتگرال هست مثلا x به توان 2 مثبت y به توان 2 و یا بازه‌های انتگرال گیری یک دایره رو به ما نشون میده میتونیم از مختصات قطبی استفاده کنیم که مختصات قطبی رو در جزوه‌مون هم دیدیم دیگه. گفتیم در مختصات قطبی ما x رو r کوسینوس تتا میگیریم y رو r سینوس تتا. خب همچنین میگیم که دی y dx یا همون دی a در مختصات قطبی تبدیل میشه به r دی تتا. خب با توجه به اینکه x رو بچه r کوسینوس تتا گرفتم و y رو r سینوس تتا همچین عبارت های x به توان 2 مثبت y به توان 2 مساوی میشه به r به توان 2 که من به جای این عبارت جلوی انتگرال r به توان 2 جاگذار میکنم. خب حالا محدوده های r و تتا رو هم بخوام به دست بیارم این کران بالا رو اگه در نظر بگیرم که مساوی y هست میگم که y مساوی با رادیکال 1 منهای y به توان 2 هست دیگه. درسته؟ طرفین رو به توان 2 ببرم در واقع اینجا y به توان 2 نه x 1 منهای x به توان 2 دیگه زیر رادیکال. طرفین رو به توان 2 ببرم و منهای x2 رو هم بیارم سمت چپ میشه
x به توان 2 مثبت y به توان 2 مساوی عدد 1. خب اینم یک دایره هست دیگه، درسته؟ چون قسمت مثبت y رو برداشته اینجا، از 0 تا یه مقدار مثبت برای دایره برداشته و همچنین قسمت مثبت x رو برداشته دیگه، درسته؟ از 0 تا 1، یعنی یه همچین دایره به مرکز مبدأ مختصات و به شعاع 1 و ربع اول رو برداشته برای این دایره. خب از 0 تا 1 این دایره، حالا میام با توجه به این دایره تتا و آر رو محدودش رو مشخص میکنم. تتا چون ربع اول 0 تا پی دوم میشه و آر هم 0 تا میشه بچه ها 0 تا شعاع دیگه، درسته؟ حالا میام این تغییراتی که اینجا قید کردیم در انتگرال دوگانه قسمت ب جاگذاری میکنم. خب بیام این کار انجام بدیم، ببینیم که انتگرال به چه صورت تبدیل میشه. میشه انتگرال دوگانه، خب x به توان 2 مثبت y به توان 2 گفتیم r به توان 2 هست، r به توان 2 dy dx یا dA r dr d تتا جاگذاری میشه. محدوده انتگرال اول میشه محدوده r 0 تا 1 و محدوده بیرونی هم تتا 0 تا پی دوم. اول میام نسبت به r مشتق میگیرم. اولا این دوتا به هم دیگه ضرب بشن میشه r به توان 3 دیگه، درسته؟ r به توان 3 هم نسبت به r مشتق بگیرم میشه r به توان 4 چهارم از 0 تا 1 هم محدوده r هست دیه تتا. خب اینم مساوی میشه با انتگرال 0 تا پی دومه. خب 0 تا پی دومه، 1 رو بذارم به جای r میشه 1 چهارم دیگه، درسته؟ دیه تتا. اینم 1 چهارم میاد بیرون و ضرب داره پی دوم میشه. حاصل پس به دست میاد پی هشتم. پس قسمت ب این سوال هم با استفاده از مختصات قطبی و این تغییراتی که داشتیم، حتما بچه اینا رو باید بلد باشید. x رو ما r کوسینوس تتا میگیریم، y رو r سینوس تتا. همچنین اینم بچه ها مهمه که ما dy dx یا همون dA رو میگیریم r dr d تتا. اینا تغییرات در واقع حالت دکارتی رو میبریم به حالت مختصات قطبی و به دست اومد جواب در نهایت پی هشتم. خب اینم خیلی سوال متداولیه که یه انتگرال دوگانه به ما میده و ما از مختصات قطبی استفاده میکنیم و در نهایت به جواب میرسیم. شاید صورت سوال خودش هم اشاره بکنه در امتحان پایان ترم که از مختصات قطبی استفاده کنید. خب این دوتا مورد الف و ب یادتون باشه که خیلی خیلی مهم هستن برای امتحان پایان ترم. خب بریم سراغ تیپ بعدی، تیپ هفتم، و گفته که مطلوب است حجم ناحیه‌ای که از بالا به سهمیوار z مساوی 9 منهای x به توان 2 منهای y به توان 2 و از پایین به صفحه xy محدود بوده و خارج از استوانه x به توان 2 مثبت y به توان 2 مساوی 1 قرار دارد. در واقع اینجا میخوایم حجم یک ناحیه رو به دست بیاریم دیگه، درسته؟ شما ببینید این ناحیه روی صفحه xy قرار داره دیگه، درسته؟ و صفحه xy هم 4 تا ربع میشه و ما بخوایم حجم رو به دست بیاریم، بهتره که یک ربع رو حجم رو به دست بیاریم و ضرب در 4 بکنیم. یعنی به این صورت v مساوی میشه با 4 برابر این انتگرال سگانه هم به ما در واقع حجم رو میده دیگه، دی v. خب میام از مختصات استوانه‌ای برای این سوال استفاده میکنم و در واقع حجم رو به دست میارم. خب ببینید بچه‌ها، برای اینکه در واقع از مختصات استوانه‌ای بتونیم استفاده کنیم، باید محدوده های اول z رو بلد باشم. z گفته که از این
z مساوی 9 منهای x2 منهای y2 و از پایین به صفحه xy در واقع وصله دیگه. خب پس میگم که z ما بین 0 و 9 منهای x به توان 2 منهای y به توان 2 هست و در مختصات استوانی x رو ما r کوسینوس تتا میگیریم، y رو r سینوس تتا و همچنین دی رو هم یادمون نره که در مختصات استوانی دی مساویه با دی زد آر دی آر دی تتا هست. یعنی به جای این دی باید این عبارت رو بذارم. خب محدوده حالا آر و تتا رو هم بخوام به دست بیارم از توضیحات صورت سوال استفاده میکنم. ببینید بچه اگه ما بیایم روی صفحه XY هم محدوده رو به دست بیاریم، به جای Z 0 قرار میدم. پس یک همچین عبارتی هم دارم و اینجا میگم که x به توان 2 مثبت y به توان 2 مساوی 9 هست اگه z رو مساوی 0 قرار بدم. همچنین گفته که خارج این استوانه هست x به توان 2 مثبت y به توان 2 مساوی 1 هست. خب پس r میشه چی بچه ها؟ محدوده r برای این دوتا دایره میشه دیگه شعاع این که 1 هست تا شعاع این بالایی که 3 هست. خب و تتا هم که چون یه ربع رو برداشتیم 0 تا پی دوم در نظر گرفته میشه. حالا میام جاگذاری های لازم رو برای این حجم انجام میدم که بالا نوشتیم این حجم و حجم به دست میاد. خب میگم که پایین هم میتونیم این رو به دست بنویسیم. v مساوی میشه با 4 برابر انتگرال سگانه دی وی شد چه بچه ها؟ دی زد آر دی آر دی تتا. انتگرال اول محدوده زد رو میگه 0 تا 9 منهای x2 منهای y2. بعدی محدوده آر رو به ما میده 1 تا 3 و آخری هم انتگرال بیرونی هم محدوده تتا که 0 تا پی دوم هست. مساوی میشه با انتگرال اول بچه انتگرال دی زد دیگه میشه زد و کران بالا رو هم میذارم میشه 4 برابر انتگرال 0 تا پی دوم 1 تا 3 9 منهای x2 منهای y به توان 2 r رو هم دارم اینجا دی آر دی تتا. بچه این x به توان 2 حالا مثبت y به توان 2 در سال قبلی هم دیدیم دیگه برابر r به توان 2 هست. یعنی به این شکل ادامه میدیم مساوی میشه با انتگرال دوگانه 4 هم اینجا دارم 0 تا پی دوم 1 تا 3 9 منهای r به توان 2 ضرب در r دی آر دی تتا میشه. خب r رو داخل پرانتز ضرب بکنیم مساوی میشه با 4 تا انتگرال 0 تا پی دوم 1 تا 3 9 r منهای r به توان 3 دی آر دی تتا. پس اول میام نسبت به r انتگرال میگیرم بعد نسبت به تتا. بیایم از r در واقع نسبت به r از این جمله انتگرال بگیریم. 4 تا انتگرال 0 تا پی دوم اولی میشه چی بچه ها؟ میشه 9 دوم r منهای r 4 r به توان 4 چهارم از 1 تا 3 بیایم جا گذاری کنیم دی تتا هم که اینجا می نویسم مساوی میشه با بیام عدد 3 رو جا گذاری کنم و در نهایت عدد 1 رو از هم دیگه کم کنم میشه 4 تا انتگرال 0 تا پی دوم. خب اگر عدد 3 رو جا گذاری کنم میشه 27 دوم منهای 81 چهارم و منهای وقتی که عدد 1 رو جا گذاری میکنم دیگه میشه منهای 9 دوم منهای 1 چهارم. این جملات رو از هم دیگه کم میکنم و ضرب در دی تتا میکنم. خب بیام این کار انجام بدیم.
و عدد 4 رو هم پشت دارم باید ضرب کنم، یه تتا هم پی دوم دیگه بهش ضرب میکنم. پس میام این محاسبات رو اگه انجام بدم و ضرب در این عدد 4 بکنم، یه پی دوم هم بهش ضرب کنم، در نهایت حجم به دست میاد و مساوی میشه با 32 پی. اگه این محاسبات رو خودتون انجام بدید بچه‌ها خیلی راحت میتونید جواب رو به دست بیارید و محاسبات جوابش به دست میاد 32 پی. به این صورت تونستیم حجم این ناحیه رو که در این سوال گفته بود با استفاده از مختصات استوانه‌ای به دست بیاریم و شد چقدر بچه‌ها؟ 32 پی. خب بریم سراغ تیپ های بعدی. 3 تا تیپ مونده از سوالات احتمالی امتحان پایان ترم، اونا رو هم ببینیم و نکاتش رو یاد بگیریم. بریم ادامه ویدیومون. تیپ 8. خب تیپ 8 از سوالات احتمالیمون مربوط میشه به قضیه گرین از فصل 5. گفته که انتگرال زیر رو محاسبه کنید. بچه‌ها ببینید یک همچین انتگرالی به ما بده که یک تابعی پشت دی ایکس باشه مثبت یک تابعی پشت دی ایگرگ، میتونیم از قضیه گرین استفاده کنیم. در جزوه و درسنامه‌مون هم دیدیم که قضیه گرین به این شکلی بود که اینجا می نویسم. پس یه یادآوری از قضیه گرین اگه ما داشته باشیم، میگیم که یه همچین انتگرال در محیط بسته m dx مثبت n dy از ما بخواد، همین انتگرالی که اینجا در این سوال از ما خواسته، میتونیم از سمت راست این تساوی استفاده کنیم که یک انتگرال دوگانه هست. روند n به روند x از n نسبت به x مشتق میگیرم منهای روند m به روند y dx dy میشه. خب پس بیام اول n و همچنین m رو در انتگرالی که به ما داده تعیین کنم پشت پس پشت dx میشه چی بچه؟ m میشه دیگه، این درسته؟ و با توجه به این فرمولی که اینجا نوشتیم پشت dy هم میشه n. پس این رو هم 2x رو هم n داریم. خب میایم از سمت راست این معادله قضیه گرین استفاده میکنیم و یه انتگرال دوگانه تشکیل میدیم. مساوی میشه با انتگرال دوگانه روند n به روند x. از این n که 2x هست بیام نسبت به x مشتق بگیرم میشه 2 دیگه. 2 منهای منفی رو هم میذارم روند m به روند y. از این m هم میام نسبت به y مشتق میگیرم میشه عدد 3. دی x دی y رو هم می نویسم. خب 2 منهای 3 میشه منفی، میاد بیرون انتگرال منفی انتگرال دوگانه دی x دی y. خب بیایم حالا بازه های انتگرال گیری رو برای x و y هم جاگذاری کنیم. خب با توجه به اینکه بچه اینجا بازه های داده شده به این صورت y بین دو تا تابع هست و x بین دو تا عدد، بهتره که این dx dy رو به صورت dy در dx بنویسیم، چون اون پارامتری که بین دو تا عدد هست خب بازه انتگرال گیریش انتگرال بیرونی خواهد بود و میشه منفی انتگرال حالا dy dx و محدوده انتگرال بیرونی برای x هست 0 تا p و انتگرال داخلی محدوده y رو به ما میده 0 تا سینوس x. پس بیام اول نسبت به y انتگرال بگیرم، میشه منفی انتگرال 0 تا p رو می نویسم. خب انتگرال اولی میشه انتگرال دی y که y هست از 0 تا سینوس x دی x. خب اگه به جای y بیام سینوس x رو جاگذاری کنم مساوی میشه با منفی انتگرال 0 تا p سینوس x دی x. صفر هم که بندازیم صفر میشه دیگه بچه، درسته؟ خب بیام یه انتگرال بگیرم، انتگرال سینوس x میشه منفی کوسینوس x، با این منفی میشه مثبت کوسینوس x از 0 تا p. اینم به دست میاد، p بندازم کوسینوس p منفی 1 منهای کوسینوس صفر هم 1 هست میشه منفی 2. پس به این صورت جواب انتگرال رو تونستیم با استفاده از قضیه مهم گرین به دست بیاریم. این قضیه به ما میگه که یه انتگرالی به این شکل بده میتونم از یه انتگرال دوگانه به دست بیارم حاصل رو، که حاصل به دست اومد
عدد منفی 2. خیلی بچه ها سوالات مختلفی از قضیه گرین در امتحان پایان ترم مطرح میشه. بریم سراغ تیپ نهم. تیپ نهم خب و پیدا کردن مساحت رویه. مبحث مساحت رویه رو هم در درسناممون و جزوه‌مون دیدیم، یه یادآوری از اون داشته باشیم. خب بچه ها تو درسنامه و جزوه‌مون دیدیم که مساحت یه همچین رویه‌ای رو اگه در امتحان پایان ترم از ما بخواد، میتونیم از این فرمول استفاده کنیم که در این فرمول یه انتگرال دوگانه دارم، اندازه گرادیان f به روی اندازه گرادیان f دات پی دی آ. بچه گرادیان f رو هم که میدونیم دیگه، باز یادآوری میکنم که گرادیان f اگه f ما یک تابعی بر حسب x y z باشه، به این صورت به دست میاد روند f به روند xi مثبت روند f به روند yj مثبت روند f به روند z کا میشه. خب به این صورت گرادیان f رو به دست میارم. در صورت این عبارت کسری اندازه این گرادیان رو جاگذاری میکنم و در مخرج هم همونطور که میبینید گرادیان f رو در یک تابع برداری p ضرب داخلی میکنم و اندازش رو به دست میارم. بچه‌ها این p هم بردار قائم بر صفحه هست. حالا این پارامترها رو با حل مثالی که داریم بهتر متوجه میشید. اگه بچه‌ها یک رویه‌ای به این صورت به ما بده که یک رویه بر حسب تابع z هست دیگه، z مساوی یک تابع بر حسب xy، اگه صورت سوال بده میتونیم به جای فرمول بالا از فرمول پایین هم استفاده کنیم و مساحت رویه رو به دست بیاریم. خب در این سوال از فرمول بالا استفاده خواهیم کرد. بریم به تیپ نهم. خب صورت سوال گفته که مطلوب است مساحت ناحیه‌ای که به وسیله استوانه‌ای با دیوارهای x مساوی y به توان 2 و x مساوی 2 منهای y به توان 2 از صفحه x مثبت 2 y مثبت 2z مساوی 5 جدا می شود. در واقع این سمت چپ این معادله میشه چی بچه ها؟ میشه همون f ما دیگه. خب همون fی که در فرمول دیدیم. پس f x و y و z برای پیدا کردن مساحت رویه به صورت x مثبت 2y مثبت 2z هست. خب میام از فرمولی که گفتیم استفاده میکنم و مساحت رویه رو به دست میارم. مساحت رویه گفتیم که به این شکل بود دیگه. یادآوری بکنیم از فرمول مساوی انتگرال دوگانه اندازه گرادیان f به روی اندازه گرادیان f دات p دی آ هست. پس لازمه که گرادیان f رو محاسبه کنیم. گرادیان f گفتیم که برابر روند f به روند xi مثبت روند f به روند yj مثبت روند f به روند zk هست. بیام از این fی که گفتیم به ترتیب نسبت به x y z مشتق بگیرم و پشت ij k قرار بدم. خب از این f نسبت به اول x مشتق بگیریم بچه یک میشه دیگه، مشتقش درسته و پشت i یک قرار بدم میشه i مثبت. نسبت به y مشتق بگیرم میشه 2j و نسبت به z هم از f مشتق بگیریم میشه 2k. خب در فرمول مساحت رویه اندازه گرادیان مورد نیازه. اندازه گرادیان مساوی میشه با رادیکال مؤلفه اول به توان 2 مثبت این مؤلفه های پشت آی جی کا رو به توان 2 میبرم و با هم جمع میکنم و زیر رادیکال قرار میدم. چه 1 به توان 2 مثبت 2 به توان 2 مثبت دوباره عدد 2 به توان 2. خب بچه‌ها میشه رادیکال 9 دیگه، درسته؟ 4 مثبت 4 میشه 8 با 1 میشه 9. رادیکال 9 هم برابر 3 هست. پس اندازه گرادیان f که صورت این کسر رو تشکیل میده برابر 3 شد. خب اینجا p بچه‌ها گفتیم که بردار قائم هست، یه بردار قائمی که عمود بر صفحات داده شده است. خب این صفحاتی که به ما داده همونطور که میبینید متشکل از پارامترهای x و y دیگه، یعنی صفحه x و y هست. خب
بچه‌ها چه برداری بر صفحه x و y عمود هست؟ برداری که موازی محور z باشه دیگه، همون بردار k. پس p میشه بردار k که بردار قائم بر صفحه x y هست. خب در مخرج باید اندازه گرادیان f.p رو به دست بیارم. آنگاه میگم که اولا گرادیان f.p مساوی چیه بچه ها؟ مساویه با خب این گرادیان f هست که اینجا میبینید بردارش رو، بردار p هم به این صورت. بخوایم ضرب داخلی بکنیم فقط مؤلف های پشت k به هم دیگه ضرب میشن که 2 ضرب در 1 میشه 2. خب در مخرج هم اندازه این مقدار رو خواسته، اندازش هم یعنی قدر مطلقش هم همین 2 میشه دیگه، درسته؟ پس مخرج رو هم تشکیل دادم. حالا میام مساحت رویه رو جاگذاری میکنم، عبارت هایی که به دست آوردیم تشکیل میشه. مساحت رویه مساوی میشه با انتگرال دوگانه اندازه گرادیان اف رو 3 آوردیم، 3 به روی 2 دی آ. دی آ رو هم می نویسیم در واقع همین دی x دی ایگرگ دیگه، درسته؟ خب حالا بیایم محدوده های x و y رو هم از صورت مسئله پیدا کنیم. ببینید بچه ها اینجا دیگه، اینجا اگه نگاه کنیم x رو از y به توان 2 تا 2 منهای y به توان 2 داده. پس میگم که اینجا اگه یادداشت کنیم در واقع از y به توان 2 تا 2 منهای y به توان 2 صورت سوال بازه x رو به ما داده بود و انتگرال اولمون هم چون dx رو زودتر نوشتیم نسبت به x خواهد بود، 2 منهای y به توان 2. خب انتگرال بیرونی هم محدوده y رو نمایش میده. بچه برای اینکه بتونیم محدوده y رو هم به دست بیاریم این دوتا در واقع معادله x رو با همدیگه مساوی قرار میدم. 2 منهای y به توان 2 مساوی y به توان 2. خب از اینجا 2 مساوی به دست میاد با 2 تا y به توان 2 و y میشه y به توان 2 میشه 1 و y به دست میاد مثبت منفی 1. پس منفی 1 تا مثبت 1 هم محدوده y هست. خب مساوی میشه با، اگه این انتگرال رو هم محاسبه کنیم 3/2 میاد بیرون، انتگرال منفی 1 تا 1. خب 3/2 بچه بیاد بیرون انتگرال dx میشه دیگه، درسته؟ انتگرال dx هم برابر x هست و کرانهای بالا رو منهای کران پایین میکنم، به جای x قرار میدم، میشه 2 منهای y منهای 2 منهای y به توان 2 منهای y به توان 2 میشه 2 منهای 2 تا y به توان 2، درسته؟ در دی ایگرگ هم باقی میمونه دیگه، درسته؟ خب میام حالا نسبت به ایگرگ انتگرال میگیرم. 3/2 رو بیرون دارم که 2 ایگرگ منهای 2/3 ایگرگ به توان 3 از منفی 1 تا 1. این هم جاگذاری کنیم مساوی میشه با 3/2 ضرب در، اگه 1 رو جاگذاری کنم در این میشه 2 منهای 2/3 که میشه 4/3 منفی 1 رو هم جاگذاری کنم میشه دوباره مثبت 4/3. اینا رو هم 3/2 رو ضرب در 8/3 بکنم به دست میاد عدد 4. پس به این صورت تونستیم مساحت رویه رو به دست بیاریم. این قسمت پایین هم محدوده y رو به ما نمایش میداد. این از این سوال. باز مساحت رویه هم یکی از سوالات اصلی برای امتحان پایان ترم هست. بچه فرمول رو یادتون باشه برای مساحت رویه. بریم سراغ آخرین تیپ از سوالات احتمالی امتحان پایان ترم ریاضی عمومی 2 که مربوط میشه به قضیه استوکس که گفته با استفاده از انتگرال رویه‌ای قضیه استوکس گردش میدان F رو در امتداد خم C در جهت مشخص شده محاسبه کنید. خب بیایم به این میدان F که اینجا به ما داده و خم C که داده گردش میدان رو به دست بیاریم. خب یه یادآوری از قضیه استوکس اینجا داشته باشیم. قضیه استوکس به ما میگفت که یه انتگرال در محیط بسته f.dr
به این میگیم گردش پاد ساعتگرد. خب گردش پاد ساعتگرد که مساویه با طبق قضیه استوکس، این مساویه با انتگرال دوگانه کرل F دات N دی زیگما هست. ما برای اینکه سمت چپ معادله رو به دست بیاریم، یعنی گردش پاد ساعتگرد رو به دست بیاریم، میایم سمت راست معادله رو محاسبه میکنیم. خب برای این کار لازمه که کرل F رو محاسبه کنیم. بیایم کرل F رو با در نظر گرفتن این که میدان F به این صورته محاسبه کنیم. خب میگیم که کرل F فرمولش به چه صورت بود بچه ها؟ مساوی بود با محاسبه یک دترمینان از ماتریس 3 در 3 که سطر اول همیشه آی جی کا هست، سطر دوم همیشه روند به روند x، روند به روند y، روند به روند z هست، و سطر سوم هم میشه مؤلفه های بچه ها این افی که اینجا داده به ما به ترتیب x به توان 2، بعدی 2x و آخری هم z به توان 2. خب بیام این دترمینان رو محاسبه کنم. میام اول یه پرانتز باز و بسته میکنم و در آی ضرب میکنم. بچه آی رو ببینید اینجا، آی رو در واقع اگه در نظر بگیرم سطری که آی در اون هست بقیه مؤلفه ها رو خط میزنم، جی و کا خط میکنم. همچنین ستونی که آی در اون هست خود آی میمونه، بقیه مؤلفه ها خط میکنن. این روند به روند x و x به توان 2 هم خط میخوره. حالا که اینا رو خط زدیم، 4 تا مؤلفه ای که باقی میمونه از اینا باقی موند دیگه. از اینا میام دترمینان به دست میارم. خب به این صورت میشه روند به روند y در z به توان 2، یعنی از این z به توان 2 نسبت به y مشتق میگیرم. خب مشخصه که مشتقش 0 میشه منهای. حالا میام از این عبارت 2x هم نسبت به z مشتق میگیرم که این هم میشه 0 دیگه، درسته؟ منهای 0 منهای، اینجا منها هم میشه میذاریم یه پرانتز باز و بسته در j. خب حالا این j رو در نظر میگیرم و سطری که j در اون هست بقیه مؤلفه ها خط میخورن. همچنین ستونی که j در اون هست خود j میمونه، بقیه مؤلفه ها خط میخوره. از این 4 تا مؤلفه ای که مونده میام دترمینان میگیرم. خب روند به روند x در z به توان 2. خب یعنی از این z به توان 2 نسبت به x مشتق بگیر. خب میشه 0 دیگه، درسته؟ پس اولی میشه 0 و بیا حالا از این x به توان 2 نسبت به z مشتق بگیر که اینم دوباره 0 میشه. پس عبارت وسطی هم پشت j میشه 0 منهای 0 در نهایت مثبت. میام حالا یه پرانتز باز و بسته میکنم، ضرب در کا میکنم. خب کا رو در نظر بگیریم، سطری که کا در اون هست بقیه مؤلفه ها خط میخورن، همچنین ستونی که کا در اون هست بقیه مؤلفه ها خط میخوره. این 4 تا عبارتی که باقی موند میام دترمینان میگیرم روند به روند x 2x، یعنی از 2x نسبت به x مشتق بگیر میشه عدد 2 منهای. و بیا حالا به این صورت اینا رو هم به هم دیگه ضرب کن. روند به روند y x به توان 2 از این x به توان 2 نسبت به y مشتق بگیریم میشه 0 دیگه. پس کرل F به دست میاد 2K. به این صورت کرل F رو به دست آوردم. میام حالا عبارت بعدی رو هم در این فرمول مشخص میکنم. N هم بچه ها بردار قائم بر صفحه هست. صفحه‌ای که میبینید یک بیزی هست روی صفحه XY. خب پس خم بیزی در صفحه XY، در واقع برداری که قائم هست بر این صفحه N مساوی میشه با چی بچه ها؟ خب اگه بخوایم یک برداری بر صفحه XY عمود باشه، اون بردار میشه بچه موازی محور Z دیگه، همون میشه بردار K. خب پس بردار K برداری است که قائم بر صفحه XY. پس اینجا N رو هم مشخص کردم. وقتی که صفحه ما بر اساس XY هست، خب بر اساس یعنی XY به ما داده، دی زیگما میشه دی X دی Y. اینم از
دی زیگمایی که اینجا لازم داشتم. پس میام انتگرال دوگانه رو تشکیل میدم تا گردش پادساعتگرد به دست بیاد. خب با استفاده از قضیه استوکس میگیم که گردش پادساعتگرد مساوی میشه با انتگرال دوگانه کرل اف دات ان. بچه ها اگه این کرل اف رو که 2K شد ضرب داخلی کنم به این n که اینم کاه، عددهای پشت کا به هم دیگه ضرب میشن دیگه، میشه 2. خب پس کرل اف دات n شد عدد 2، دی زیگما هم دی ایکس دی ایگرگ هست، مساوی میشه با 2 تا انتگرال دوگانه دی ایکس دی ایگرگ. بچه همیشه این انتگرال دوگانه دی ایکس دی ایگرگ مساحت اون ناحیه رو به ما میده. ناحیه چیه؟ ناحیه هم برابر یک بیزی بود دیگه. ببینید اینجا ناحیه رو به ما یک بیزی داده، گفته که 4x2 مثبت y2 مساوی 9. ببینید بچه ها میخوایم مساحت این بیزی رو به دست بیاریم دیگه. همه مؤلفه ها رو به این عددی که اینجا هست تقسیم میکنم تا این عدد سمت راست 1 بشه. خب میشه به این صورت 4 به روی، در واقع در اینطوری بنویسم 4 تا x به توان 2 چهارم مثبت y به توان 2 چهارم مساوی 4 چهارم. اینم میشه x2 به روی 1 مثبت y2 چهارم، سمت راست هم میشه 1. حالا که این عدد 1 شد سمت راست، خب میام میگم که جذر این عدد میشه a مساوی 1، جذر این عدد هم میشه b که مساوی 2 میشه دیگه، جذر 4 میشه 2. مساحت مساوی میشه با a ضرب در b ضرب در p. پس 2 ضرب در 1 ضرب در p مساوی میشه با 2p. پس مساحت بیزی رو من به دست آوردم 2p. اینو به راحتی خودتون هم ذهنی میتونستید بچه انجام بدید، چون حالا مساحت بیزی زیاد متداول نیست، یه یادآوری اینجا داشتیم. پس مساحت رو آوردیم 2p، 2 ضرب در 2p، در نهایت جواب ما که گردش پادساعتگرد رو میده میشه 4. اینم از این سوال که آخرین تیپ از سوالات احتمالی امتحان پایان ترم این درس بود. همه سوالات رو با نکاتش مرور کردیم. امیدوارم که دقیقاً همین سوالا برای شما هم در امتحان پایان ترم تکرار بشه و بتونید یه نمره خیلی خوب از این درس به دست بیارید. رسیدیم به پایان این ویدیو. امیدوارم که این ویدیوهایی که در کانال چنرال آکادمی آپلود میشه مفید بوده باشه و آرزو میکنم بهترین نتایج رو از امتحانات پایان ترم به دست بیارید. ممنون از توجه شما دوستان عزیز.